سلام. این یه مارمولک خیلی عجیبه که اسمش مارمولک باسیلیسکه ولی معروفه به مارمولک عیسی مسیح. چرا؟ چون یه جورایی میتونه معجزه کنه. این مارمولک خیلی کوچیکه و شکارچیای زیادی داره. معمولا سعی میکنه از دیدشون پنهان باقی بمونه ولی وقتی ببیننش جوری فلنگو میبنده که شکارچی اصلا نمیفهمه چه اتفاقی افتاد. روی آب میدوه، خیلی خنده داره. ولی چطور این کارو میکنه؟ ساختار بدن این مارمولک به طرز شگفت انگیزی با قوانین فیزیک هماهنگ شده. وزن خیلی کمی داره، پاهای پشتیش بلند و عضلانی ان و انگشتای کشیده پاهاش کناره‌هایی داره که مثل پره باز میشن و سطح تماس با آب رو بیشتر میکنن. موقع دویدن با ضربه‌های سریع و محکم زیر پاهاش کیسه‌های هوا به وجود میان و این حباب‌های هوا مثل بالشتک باعث میشن که روی آب بمونه و قبل اینکه فرو بره سریع پای بعدیشو میذاره و انقدر سریع این کارو میکنه که توی 1 ثانیه 4 تا 5 گام برمی‌داره. اگه ما به عنوان انسان بخوایم اینجوری روی آب راه بریم باید با سرعتی بالای 100 کیلومتر در ساعت بدویم. یه چیزی مثل دشت توی شگفت انگیزان.